علم و ادبیات در عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13. پس از برهم خوردن دولت سامانیان بزرگ در ماوراءالنهر و خراسان، دولت‌های قره‌خانیان، غزنویان، بعدتر سلجوقیان به سر قدرت آمدند. علم و ادبیات در زمان حکمرانی سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود در دولت غزنویان خیلی پیش رفت. شاعران و ادیبان را به دربار خود جلب می‌کردند. در عصرهای 11 12 و ابتدای عصر 13 جای زبان فارسی تاجیکی را در دربار زبان عربی می‌گرفت. هر کسی که زبان عربی را خوب می‌دانست به دربار جلبش می‌کردند. برای رشد علم‌های گوناگون سامانیان زمینه گذاشتند. همین بود که در عصر 11 بزرگترین انسیکلوپدیستان ابوریحان بیرونی و ابوعلی بن سینا را میتوان گفت. عبدالرحمن جرجانی بهترین داننده صرف و نحو به حساب می رفت. از همین حساب او کتاب عوامل را نوشت. زین‌الدین جرجانی در دولت خوارزمشاهیان کار کرده کتابی را با زبان تاجیکی با نام ذخیره خوارزمشاهی نوشته است. تاریخ نویسی هم در این دوره پیشرفت کرد. ابونصر عتبی کتابی را با نام تاریخ یمینی نوشت. این کتاب با زبان عربی نوشته شده است و دوره‌های حکمرانی سبکتگین و سلطان محمود را در بر می‌گیرد. مورخ دیگر این دوره ابوسعید گردیزی میباشد که سالهای 1048 1052 کتابی را با نام زین الاخبار نوشت. موضوعهای این کتاب گوناگون است. دوره حکمرانی سلطان مسعود غزنوی را در بر گرفته، تاریخ ایران، خلیفه های عرب، دین و آیین‌های گوناگون، دین اسلام، نصرانی، زرتشتی، هندویسم و دیگر دین‌ها را و رسم و آیین‌های آن را در بر می‌گیرد. دیگر مورخ بزرگ این دوره ابوالفضل بیهقی میباشد. سالهای زندگانیش 995 1077. او کتاب مسعودی را نوشته است که تا امروز 5 جلد آن آمده رسیده است. ادبیات فارس و تاجیک در این دوره خیلی رشد و نمو می‌کند. ملک و شعرای دربار غزنویان عنصری بلخی تاجیک بود. از خانهای قره‌خانی تنها قلیچ تمغاج خان به علم و ادبیات هوس داشت و خلاص. امعقی، بخارایی، رشیدی، سمرقندی از جمله آنهایند. شاعران دربار سلجوقیان ناصر خسرو، اسدی طوسی، عمر خیام و دیگران بودند.